شب سال نو بسیاری از نفران در نزد عائله خود در گرد دسترخوان استراحت می کنند، اما هستند کارخانه هایی که نوابسته از جشن بودند فعالیت خود را ادامه می دهند. این بعد ما می خواستیم بدانیم که شام 31 دکبر در تولدخانه شهری چقدر طفلک به دنیا آمد. ما را پیگیری نمایید. نخستین زنهایی که در سال نو میلادی 2020 تولد کردند، این زنها دو نفر بودند که ایشان خانم پروینه و شاکر و رخسار خان می باشند که اینها با کودکای دلخواه جنسشان دخترچه با وزنهای 3 کیلو 510 و 3 کیلو 20 به دنیا آمدند. حالتشان بینهایت خوب می باشد. مادر و کودکشان سالم. بینندگان گرامی، این زمان ما در نزد حجره رقم 17 که در اینجا مادرانی که در شب سال نو میلادی 1 ینوری 2020 فرزندان خود را به دنیا آوردند قرار داریم و می‌خواهیم از حال آنها با خبر باشیم. شب 1 ینوری سال 2020 ساعت 1 اولین دخترچه به دنیا آمد. مادر نوزاد ساکنی شهر خوجند بوده، فرزندی چهارمینش است. شب سال نو مامادایه ها برای سلامتی مادر و کودک زحمت کشیده نسل سالم را به دنیا آوردند. دختران میگویند در شب سال نو سری کار بودن برای آنها احساسی دیگر میدهد، زیرا خرسندی آن شبه مادران شادی دوچند است. شرایط هایی که برای یک جایگی مادر و کودک امروز مساعدت میکند برای اینها همه شرایط ها مهیا کرده شده است و اینچنین امروز مصلحت ها برای این زنها داده شده است. اویدی نشانه خطرناک پس از ولادت، سینماکانی، گیگین و پیشگیری حمل نامطلوب که در تولدخانه شهر خوجند رایگان به استفاده برده میشد و مانند استفاده بری با حب‌ها، واسطه‌های داخلی رحمی، رفوله ها با این زنها مشورت گذرانده شده. با خواست اینها این موادها داده می شود. در تولدخانه این شهر خوجند سنه 1 ینوری سال 2020 11 کودک به دنیا آمد. از این شماره 6 دخترچه و 5 پسرچه تولد شدند. بین آنها دوگانی کم به قید گرفته شده است. از روی گزارش جنبستی در سال 2019 تولدخانه شهری 50 دوگانی به قید گرفته شده بود. در شب 1 ینور باشد الکی دوگانی که اول تولد شد که وضع سلامتیشان خوب است. در سنه 31 دکبر سال 2019 و سنه 1 ینوری سال 2020 در تولدخانه شهر خوجند همگی 22 نفر زنها با کودکای سالم دلخواه تولد کردند و از اینها باشد 1 نفرشون با کودکای دوگانیک که کودک اولشون دخترچه، کودک دویمشون پسرچه بوده. آنها هم امروز سالم می باشند. یک جای با مادرشون در حجره یک جایگی مادر کودک موجود می باشند. در 11 ماه سال 2019 در تولدخانه ولایتی 56282 نفر کودک به قید گرفته شده است. در تولدخانه شهری خوجند باشد تا سنه 15 دکبر سال 2019 3388 کودک به دنیا آمدند. و زنهایی که در سالهای 2020 تولد میکنند میخواهم همه بردباری ها خانواده تنصیحاتی میخواهم که کودک نوزادشان به خانهاشان با یک خرسندی کلان، با یک پیشروی کلان وارد شده عائله‌شان باز مستحکم تر شوند. گزارش سومان حمید و نعیم ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.